کار داری میکنی؟ نده داره به یه روم میده باش چونه بزن. فکر کنم صبح 70 تا از بان گرفتی. 34 تاشو دادی بابت اون مبلمان مسخره، 15 تاشو دادی بابت اون یخچال احمقانه، 20 تاشو دادی بابت اون تلویزیون مکش مرگ ما، تتمه جیبت هم که جمع کردی دادی اینو گرفتی برای آقازاده. خجالت نمیکشی این هیکلت یه روز ما رو خراب کردی؟ بیا این 2000 تومن رو بگیر، یه ماشین دربست میگیری سریع میری خونه، مردم هم از کار بیکار نمیکنی. برو ببینم. بفرما تو دمه در بدا. پارس ها مفتش یا خیاط؟ 100 تومن بدی نوکرتم. بابت؟ ایده بایست یه چیزایی برات آوردم کف کنی. من از تو سوزنم نمیخرم. حالا یه نگاه بهش بنداز. تو رو جون مادرت درش نیار. به به آفتابه ناصرالدین شاه. خودش بهت گفته؟ نه بابا امضا داره، نگاه امضا ناصر خان. گوش کن، اگه خود ناصرالدین شاه باید میواد اینجا توفیر نمیکرد. من از تو هیچی نمیخرم. اینو چی میگی؟ اصله
اینم مال ناصرالدین شاهه؟ از اونجا معلومه. اینو ببین، خدا تا ترانه توشه. دنیا کجا میره تو کجا میری. اینجوری بهت بگم پسر، هر جا که اسمته اخوفیف مالخرا و لعن و نفرین دزدا پشت سرته. مگه من چمه؟ چیزیت نیست، فقط نحسی. خب ای چی که بهتره. آخه بی انصاف آفتاب دزدی از توالت عمومی. نمیگی مردم که میرن تو چه نفرینی وارد میکنن؟ اینم شد دزدی. خب آقا این کار نیستی، آبروی صنفم میبری. باریکلا، برو دنبال یه شغل دیگه. سلام بر والده محترمه مکرمه. طاووس شیر ژیان، مادری مهربان، همسری فداکار، خواهری خدوم، عمه‌ای صدیق. باز اعلامیه کدوم مرده ای را بر کردی؟ بیا سر اینو بگیر. چشم نوکر ننه. صرف بگیر از دستت نیفته. آوردی؟ ها؟ پول. چی؟ میگم پول آوردی؟ تو راهه. آدم آب داره ماشاءالله. اونی که تو راهه غیرت توی که هیچ وقت نمیرسه. ول کن حرفا رو. فیلم جدید چی داری؟ فیلم جدید؟ آبجی فیروزه بازم زایید، تمام رنگی، دالبی ساران، امشب و همه شب. گندت بزنم نجسش کردی. سلاتون میگرفتم تو را نمیزاییدم بهتر بود. چشم وا کردی قابل سکسه کرد. 90 سالش بود ننه. یه ساله بودی خالت خفه شد و مرد. مش بادوم ریخت تو دهنش ولی تو حلقه چه ربطی به این داره؟ سقف خونه یا آقا رحمان چی؟ حتما جنگ ویتنام از نحسی ما بوده دیگه. بیچاره دخترم دلش به چیه شما دوتا خوش باشه، اونم پیچ اون فک و فامیل لیچارگوی شوهرش. خانوم محترم، تخم ترکه شوهر قبلی شما رو من و پسرم نباید خرجشو بدیم. اون بابای گردن کلوفتش کدوم گوریه؟ شما برو فیلم تو ببین. برو بینیم با. ننه جون مادرت کوتا بیا. شاید آبجی فیروزه و آقا کمال بخوان یه گردان بچه درست کنن، ما باید فوششو بخوریم. بابا ما سالی به 12 ماه هر وقت آبجی فیروزه رو دیدیم یا بچه تو بغلش بوده یا حامله بوده. دکتر زایمونی یا خرجشونو میدی؟ سر اون 5 تا علنگو براش خریدی که حالا داری اولدرم میکنی؟ رها کنین سنت‌های دست پاگی رو. من این حرف حالیم نیست. اون دختر همه امیدش به منه. ای خدا، آقا من چجوری با دست خالی برم خونش؟ ای خدا. چشم فقط سر جدت فیلم هندی راه انداز تا فردا صبح جورش میکنم. فردا روز سومشه، یه کاری بکن که روز پیش فامیل شوهرش سر بلند بشه. خیالت راحت با پول برمیگردم. رفتن نبود مردی، عشق هست که برگردی. فیلم عشقی یادت نره. وارد هموم تنگینه که شدی برمیگردی بازش کو بازه چرا ما که نفهمیدیم این زمان بسه چی گفت. هر کی فهمید ما رو روشن کنه. میگه فیروز 13 داره میاد. خاک بر اون سرتون شد. بجا میگه اوضاع خیته. یا جدا آقایون لاتا برن تو کار تیلیت فرنگی جمعش کن. ناصر مطلش This is a book. یه بار دیگه تکرار کن.
سلام بر دوستان This عزیز. is 8 ball. درست بنویس دیگه. الان فردا میخوای تجدید بریم مامانت بیاد پاشنه خونمون رو بگه بچه‌م میام تجدید شد. بله. This is a blackboard. This is a TV. تکرار کن یه بار دیگه. درست بنویس دیگه. اون آفرین. درست بنویس. فردا تجدید بیاریم. یکی از زیر، یکی از رو، یکی در میکنی. نگفتم ناصر. گفته بودی آقا زبیا. چیشی همون. آقا یه مورد ردیف کردم تو 20 توی محل خلوت خونه خالی بگو عروسک هلو بپر تو جلو نه سگ داره نه دزگیر کلونتری 4 تا خیابون اونورتر چه مرگتونه یهو همتون به هم دیگه خروسک گرفتین خفه خون میگیرین دل بدین ببینین چی دارم میگم چیه ایول حالا این عروسک که میگی آدرسش کجا ها؟ شرمنده اخلاق ورزشیدم. چند دقیقه پیش اجارش دادن رفت. خیر بگذاره ناصر. جوجه تیغی و بچه هاش هم دیشب گرفتن. عکسشون هم انداختن. ای بابا چی باش بوده؟ چیزی نبوده. 400-500 تا ضبط ماشین بوده و یکم مخلفات. مخلص آقا زبی هم هستی. خب به جمالت گفتم اگه یه موقع کاری چیزی بود ما رو بی خبر نذار. همه جوره در خدمتیم. هیچ قفلینی که به دست من باز نشه. ایتالیایی، آلمانی، سوئیسی، چینی که خوراکه. نیستم تو ترکم. میبینی که رفتم دنبال کار خونوادگی. بله داری اسم مامان بچه ها میبافی؟ ای بابا جلال یاکوزا هم رفت هتل. میگم شازده چرا به تو میگم 13؟ نحسه تا حالا 30-40 تا دزد و 7-8 تا ملخر رو روونه هتل کرده. پیری اینا رو هم تو روزنامه نوشته؟ قربون دست دید 2 دقیقه اینو میگی. چطور شد؟ 1 2 3 آره دیگه 3 تامون رفتیم بالا دیگه. این مهموش مال گذاشته سر کار. اینجا که از جیب منم خالی تره ناصر. آقا زبی هیچی نیست، خونه خالیه. بگه اون بر چشمونو کور کردی. ببخشید. بابا من با تو نیستم میگم بگه اون بر شیطون لعنت. تو دیگه اینجا چیکار میکنی؟ من هیچی. من داشتم اینجا رد میشدم گفتم بیام تو ببینیم چه خبره. زود باشید الان نسیش ما رو میگیره و پلیس میریزه اینجا هممونو میگیره. در تو واقعا کی هستی؟ ببین این چراغ قوه رو یه امشب به ما قرض داده کار ما راه بیفته.
شد خدا کنه 100 تومن بیارزه. سیر روز در شب، ستاره شناسی میریم، منجم بی ستاره، فیلم یادت نره، عشقی عاطفی سراسر زد و خوب. خدا به خیر کنه. تو دزدی فرش زبونتو گاز بگی مال آبجیمه، دستش تنگ بود گفت ببر برام بفروش. به درد من نخور. 200 تومن بده قال قضیه رو بگی. 200 تومن بازار فرش رو میخوای بفروشی؟ این خرسک خیلی که بیارزه. 100 تومن 1 قرون هم دیگه پایین نمی. 100 تومنه نه 100 تا 1000 تومنی. کور که نیستم، دارم میبینم. من که نمیفهم تو چی میگی. کلان تربیت ترجمه کنی نمیزم اون واسه چی میگه؟ میگه دیشب زبیه بر بچه‌هاشو گرفتن. این تو که چیزی ننوشته. میگه هنوز خبرش به روزنامه نرسیده، فردا صبح چاپ میشه. 12 الان با فیلت میتونی کیش بدی دیگه. تو چرا کیش نمیدی با فیلنو؟ 41 23 با وزیرم بود. الان با وزیر میتونی. ناز 60 شون به اینا میگن دوست. شبانه رفتن تو موزه یه فرش عتیقه رو هاپولی کردن و یه برا که رفتی تا صبح هم هیچکی نفهمید. ایول داره کارشون. حالا کار کی بوده؟ کار بچه‌ها اینجا نیست. این کار سواد میخواد. خوشم اومد. نشون دادن تو دوز جماعت هم آدم سایه پیدا میشه. دمشون گرم. خیرشون. چه نرگه روزنامه رو پاره کردن؟ کجا بریم؟ دانشگاه شدم. باز که تو سر کلت اینجا پیدا شد بچه چی کار داری؟ باکمن چه کار داری میکنی؟ فیروز بگی که نرگیته بگی تحلیله سرفی اینجا چی نداری؟ چه غلطی داری میکنی؟ چه کار داری؟ بره سرده اونو بره سرده بره سرده از این دیگرم لحظه عجب آدم توف بگو رو هرچی دوزده بی غیرت مگه اینجا پیدا نشه فیروز خودشه باقی بهشته
که باغ بهشتی چند میارزه. درختی تو زمینه فیروزه آسمون، گلاشو باد آروم آروم برده بود بالا. اونجا رو نگاه کن. کجا؟ اون بالا رو میگم، اون گلای قرمز همچی ملوس. الهی ببخشید. ببخشید. نگاه کن اون قرمز میبینی؟ ریز آره. خب اون که گلش صورتیه. قرمز. نه شما اگه خوب دقت بکنید میبینید دقیقا صورتیه. کور رنگی داری؟ فرق بین صورتی و قرمز رو نمیفهمی؟ واسه همونی که شما میگید قرمز چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. بله. ببخشید سرکار خانم محترم، این قالیچه باغ بهشت چند رقمیه؟ همه رقم من دیوونشم. نه منظورم اینه که بالاخره قیمتش چنده؟ قیمت باغ بهشت قیمت نداره، همچی باید با دلت بیای سراغش. اون که بله، ولی خب بالاخره مزن بازاری فی قیمتی داره دیگه، نه؟ شما؟ یه عاشق. خجالت بکش آقای محترم، خجالت بکش. سرکار خانم محترم، سوء تفاهم شده. شما یه لحظه به من اجازه بدید، معذرت میخوام. ببینید من منظورم عاشق فرش بود. من عاشق فرشم. من هر وقت میام این موزه با همه دلم میام. من 2 ساله هر روز اینجام، شما رو تا حالا ندیدم. خب به خاطر اینکه شما همیشه همه حواستون به باغ بهشت بوده و من هر وقت شما رو میدیدم که شما فقط و فقط دارید با اون حال میکنید. پس شما هم دیدین آقا، دیدین من چقدر زحمت کشیدم. من چشامو تمام نوک این انگشتامو گذاشتم روی این فرش. بله دیدم شما واقعا زحمت کشیدید. خب برای چی؟ به خاطر پایان نامم. این پایان نامه من بافت دوباره این فرش بود. 2 سال تمام خدا شاهده من چه زحمت ها کشیدم. از جون و دلم من برای این فرش مایه گذاشتم. همین هفته پیشم تموم شد دیگه، به خیر و خوشی. تا اینکه سر و کله این دزدای نامرد بی همه چیز نمیدونم از کجا پیدا شد، همه چی رو ریخت به هم. ببخشید خانم، بالاخره به بنده نگفتید که این فرش باغ بهشت چند رقمیه، یعنی قیمتش چنده؟ آقا شما سواد دارین؟ بله من لیسانسیم، لیسانس اورولوژی. بسیار عالی. شما تشریف ببرین قسمت انتشارات، اونجا بروشور موزه رو بگیرید، جواب تمام سوالاتون هست. تمام؟ بله فقط دیگه سوال دیگه. بفرمایید. شما دماغتون رو عمل کردین؟ منظوری نداشتم، همینجوری گفتم یه سوالی پرسیده باشم. قیمتاش کجا نوشته؟
ببخشید معذرت میخوام یه لحظه. ببخشید خانم، توی این بروشورها همه چی قید شده الا اون مسئله اساسی، یعنی قیمت تو اینا ذکر نشده. آقای محترم، مگه میشه روی فرهنگ قیمت گذاشت؟ نه. مگه میشه توی تاریخ یک مملکت قیمت گذاشت؟ خب نه. خب اینا کار آدمای بی فرهنگه که میخوان همه چیز این دنیا رو به پول تبدیل کنن. بله. خب این دزدا کیان؟ این دزدا همون کسایی هن که رو ستونای تخت جمشید میان یادگاری مینویسن آقا سر سرباز هخامنشی هم فروختن. اونم فروختن؟ آدم فروشا چند؟ ببخشید، شما مطمئنید که دماغتون رو عمل نکردین؟ فرش یکی از مهمترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن ایرانی است. فرش‌های نفیس ایرانی در موزه‌های جهانی روایتگر شکوفایی و زیبایی شناسی عمیق ایرانیان است. زیبایی شناسی کیلویی چند؟ قیمت بده داداش. زیبایی فرش دستباف ایران مدیون طرح و نقشه دلانگیز آمیخته به رنگ‌های جذاب آن است. ولمون کن داداش. چند رقمیه بابا؟ پر بیرا نمیگنم. خیلی باحاله. یه خونه تو دربند، پایینش یه مغازه، دل و جگر و قلب و بومک، حلال مفصل، شبا چه قلقله‌ای بشه. یه تلویزیون 70 اینچ واسه بابا غلام با 1000 تا دیویدی عشقی و عاطفی و اکشن. حال کنه پیرمرد. من طاووس، اون که دیگه جای خود داره. یه سفر مشهد یا نه کربلا. نوکر تمنانه. به خودم چی؟ ای پدر سوخته. مرد حسابی با 100 تومن راه افتادی اومدی در خونه آبروزی را بندازی؟ کی صحبت پولو کرد؟ مرد حساب اینجا داشتم رد میشدم دلم هواتو کرده بود، گفتم بیای با هم بریم یه نهاری بخوریم. من اشتها ندارم. نه عصبانی نشو، 4 قدم راه بری اشتهات وا میشه، مگه این که بخوای تکخوری کنی. منظور مال خاله زنکاست. مقصد کلام این که شهر کوچیک خبرها زود پخش میشه، اونم خبرهای فرهنگی. ببین فیروز، بریم سر اصل مطلب. فرش از تو، فروشش از من. 50-50 خوبه؟ سردید نکنه. صاحب مال تویی، تو اسم بذار من صدا کنم. میفروشیمش 90 تومن. باقیش مال تو. برو زندگی کن. چیه؟ ذوق مرگ شدی؟ این اسم شراکته؟ نمیخورم. اون که نوش جونه. اما 60 چه؟ 80-20 70-30 تضمینی چی؟ بالاخره هر قراردادی باید یه بیونه‌ای وسطش رد و بدل بشه، وگرنه من میرم با یکی دیگه شریک میشم. آره درک ضرر. اون 100 تومنی که ازم گرفتی همون بیونه. دستت هم درد نکنه، تو اهل معامله نیستی. خدا بشین غذا بخور. چه زود قهر میکنی؟ اینجوری نبودی که بشین. آره بابا. آها
سلام. جواب سوالتون رو گرفتین؟ بله خیلی هم متشکرم. اتفاقا راهنمایی شما بسیار مفید فایده هم واقع شد. فقط یه سوال کوچیک دیگه داشتم. آقای محترم اورولوژی، من دماغمو عمل نکردم. بعدش هم آقا اون چیزی که توی زندگی یک زن و مرد به نظر من اصله واقعا این چیزا نیست. از صداقت آقا همین. نه آخه اصلا سوال من این نیست. سوال من یه سوال فرهنگیه. خیلی خوب بفرمایید. بله ببینید، فرشی با قدمت 120 یا 125 سال با نقشه درختی و گره شمار 70 رج با زمینه فیروزه‌ای در ابعادی معادل 1 متر و 20 در 2 متر و 13 سانت. بله همین. الان مزن بازارش چقدره؟ یعنی الان چند رقمیه به نظرتون؟ ببینم این فرشی که شما میگین باغ بهشت نیست؟ باغ بهشت؟ نه ولی خب یه چیزی تو همون مایه هست، خیلی شبیه مال یکی از همین بچه های پایینه. خب به نظر من بهتره به این بچه های پایینتون بگین که بهترین کار اینه که فرش رو به موزه اهدا کنن. نه فروشنده نیست اصلا، یعنی فروشنده فرهنگ نیست، همینجوری حال کرده بدون فرهنگ تو خونش چند رقمیه. آها متوجه شدم. ببینید از نظر من مادیات اصلا تو زندگی اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه محبته، عاطفه است که واقعا اصلا قیمت گذاشتنی نیست. بله اما همون لحاظ. بله خب ببخشید نگفتید این کالای فرهنگی رفیق ما چنده؟ بابا بی خیال دیگه، شما هی گیر دادی چند رقم من چه میدونم آقا، زیاد، شاید مثلا 1 میلیارد. 1 میلیارد بعد 1 میلیارد چند رقمیه؟ یعنی چند تا صفر داره؟ 1 میلیارد من فکر میکنم که مثلا 9 تا مثلا 9 تا بعد با یه دونه 1 میشه 10 تا، یعنی 10 رقمی. حالا خب که چی شو؟ بله الو الو فیروز کدوم گوری هستی؟ الو مستر یعقوب. ببخشید چه خبر؟ مثل آدم حرف بزنم میگم چی میگی؟ گفتم کدوم گوری هستی؟ من الان موزه هستم برای رسیدگی به یه سری امور فرهنگی. این امورات فرهنگی بخوره تو اون سرت. پاشو بیا مشتری پیدا کردم. جدی میگی؟ ببین عزیزم من الان که اصلا حوصله بیزنس رو ندارم. جلوی کدوم ننه مرده‌ای داری قپی میای؟ میگم مشتری ردف کردم، پاشو بیا طالب فرشه. برای بعد از ظهر قرار گذاشتیم، بیا تا تنور داغه بچسونیم، حرف مفتم نزن. باش خدا میرسونم. باشه عزیزم. اوکی پس تا بعد میبینمت. بای. میبینید اصلا نمیذارن 2 دقیقه آدم به عشقش برسه. بابا چرا شما خانم همه چی به خودت میگیری؟ به خیلی خوش اومدین قربان. بفرمایید که چایی تازه دمه. بفرمایید. زحمتتون شد. خواهش میکنم. چه زحمتی. شما افتادین تو زحمت. خیلی لطف کردید. خب بریم سر اصل مطلب.
ریش و قیچی دست خودتونه. بفرمایید. فرمایش میکنین ها؟ بزرگی گفتن کوچیکی گفتن، ما در خدمتیم. شما بفرمایید. اختیار دارین. اتفاقا من اونقدر جذب رفتار و شخصیت و منش شما شدم که اصلا زبون تو ای بابا چقدر تعارفتی که پاره میکنید واسه هم دیگه. من خودم میرم سر اصل مطلب. شما اگه میشه صحبت نکنید. بفرمایید. بذار حرفشو بزنه. زمونه جووناست. عرض میکنم خدمتتون 1 میلیارد که میشه 10 رقمی. یورو یا دلار؟ خب همون دلار. نه اولا، البته یورو باشه بهتره. شما که وضع بازار رو بهتر از ما میدونید. بله، کی که از وضع بازار بیخبر باشه. این که باتری نداره. یه قلمی بنداز توش ببینیم چقدر میشه. ماشین حساب نمیخواد بشین اینجا. نگران اونش نباش. اونقدری هست که 7 پشت فک و فامیلت باش حال کنن. فرش اینجاست؟ اول پول نقد. خب تراول باشه بهتره، نه که جا کمتر میگیره. آفرین پسر. نه پسر باهوشی هستی. تازه داره ازت خوشم میاد. شیطون بابا، یه وقت تراولا رو گم نکنی. چرا شوخی خرکی میکنی؟ چی میکنی؟ های رفتار دوزای 2000. فکر کردیم با کی طرفیم؟ اگه شما دوتا نخاله عین دوتا قاشق نشسته نپریدی بودیم وسط، اون فرش اون برا. آقا جون چرا اینجوری میکنی؟ کشتی بچه مردم رو. دردش میاد. نکن. خاک تو سرت کنم. تو رو چه به میلیارد. فرش کجاست؟ فرش؟ من خام شدم، گول خوردم. یعنی این منو گول زد. گفتش 10,000 تومن بهت میدم بیا اینجا بگو من فرش دست منه، وگرنه من اصلا به عمرم رنگ فرشم ندیدم. این منو خام کرده، این منو گول زده. چرا دروغ میگی قورباغه؟ من فرشم کجا بود؟ من اصلا ندیدم. آقا گول قیافه اینو نخورید. این قیافش مظلومه، وگرنه یک جنس خرابی داره. فرش همینجا یه گلگوشه قایم کرده، بزنی تو دهنش میگه همه رو. بزن تو. عزیزتون داره دروغ سرم میکنه. من ندیدم. آقایون ارازه خوب بگرد. یه جایی قایم میکنه، به عقل جن نمیرسه. توف تو رویت بچه، چرا دروغ میگی؟ ولکن بکن جان آقا. بابا دروغ داره میگه. بزنه نظر این دره. از حلقومتون میکشم بیرون. فرش کو؟ فرشم کو؟ فرش من کو؟ ننه کجایی؟ داد نزن رفت. فرش من کجاست آقا غلام؟ فرش تو؟ شک میکنم پس هستم. بی خیار شو آقا غلام. ننه کجاست؟ رفت خونه فیروزه جونش. دختر یکی دونه اون مرتیجه گردن کلو تلسکوپ تو هم با خودش برد. یا خدا همچی فیروزه. خدایا خودت بخیر بگذار. اگه دختر لغات بارت کرد با پرسی دست بزن تو دهنش خون بالا بیاره. بابا گردن کلوفته.
فیروز را گم کردیم. گفتین گاوی گوسفندی شطوره یه چیزی واسهتون قربونی کنیم. آقا جون غلامتون خوبن؟ اجازه دادم بیاین خواهر ناتنیتون رو ببینیم بالاخره. سلام ننه کجاست؟ مامان همون دیگه با مامان کار داری وگرنه من که آدم نیستم که بیای حال منو بپرسی. چطوری فیروزه؟ خوبم. کمال چطوره؟ خوبه. بچه چطوره؟ کدومشون؟ همه آخریه تهیه. وای داداش جیگرم میگی الهی قربونش بره مادرش. نمیدونه خدا بهم چی داده که قرص ما چشای رنگی صورتی که گله نمکه بچه به خودم برده. روز 100 دفعه واسش اسفندون میکنم خیلی ماهه. کمالم هر روز صبح که میره بیرون واسش صدقه میذاره کنارا. با وجود این دیروز اومدم بچه‌مو دیدم رفتم بچه‌م از اون موقع تالنده شکمش روون شده. ای بابا ننه کجاست؟ چه خبرت صدا تو گرفتی رو سرت بچه بیدار شد یواشتر. یه بر گم نشو. ننه طاووس کو؟ علیکی سلام. سلام کو؟ چی کو؟ فرش کو؟ اینقدر فرشش نکن میشنوه بچم ناراحت میشه. اینه خب فرش کجاست؟ گفتم اون فرش تو چشم روشنی فرستادی واسه جیگر. اینقدر خوشحال شد که نگو. جگر؟ من به گور بابام خندیدم. فرش کجاست؟ تو اتاق بچه. بچه؟ این چیه؟ این بهش میاد یه ماه و نیمش باشه؟ من چه میدونم حتما رشدش خوب بوده. مگه شما نگفتید این 3 روز زایده؟ حالا من یه چیزی گفتم. خواهرت یه ماه و نیم زایده. تو اصلا خبر داری؟ آقدایی رو باش. به تو اون روح کمال چه غلطی داری میکنی تو؟ گریه بچه رو چرا داری؟ مامان این بچه چشه؟ چیزی نیست. کار خرابی کرده عزیزی مامان. شما ها لون بستید بگی بینم بیا بگی اینو قشنگ بودو باری کلا نندازی بره بابا دایی فیروز اومده. کی؟ ماشینیه؟ ماشینی کدومه؟ دستباف اصله. فرشه دیگه نه؟ خوب آره. از کجا خریدی؟ از بازار. کدوم بازار؟ بازار ماهی فروشا. سوالایی میپرسی مرد حسابی. خب فرش از کجا میگیرن؟ از بازار فرش فروشا دیگه. اون وقت چند خریدی؟ ناقابله. حدودش هم میتونی بگی؟ دایی جان اینقدر از روی فرش ندوین. اینقدر از روی فرش ندوین. این جیگر له میشه. نازت میرم خانم مردیم از گشنگی. بده اون الیو بده به من. بده نره سراغ جیگر. بدو بی برو بغل بابا. مامان اون برنجه رو روش از اون زرده بده. با بچم چی کار داریه؟ خب بریزه یه دفعه رو سر بچه. میگم از اون بر برو. بیا زیاد برنج نپختم بخور. حالا تو اگه خورش نیاری نمیشه نه باز حالا خود سرت بچه رو باز چی میزنی؟ حالا ریختم که ریخت فدای سرش. بی مادم کنار ببینم. فدای سرش اگه میرختی فرشی. بچم که چیزیش نشو. نه خیلی. وای اینجا چرا اینجوری شده؟ چیزی نه این بچه باید خورش بیاد یکم بخیا. خب یه قرص چیزی بده به این بچه. بابا این باز دوباره کار خرابی کرد.
تو چه فکری آقا کمال؟ تو این فکرم که این داداشت چقدر خنگه. این چیه بشته ارده قد کفی دست؟ اقلا یه ماشینیشو میورد که به درد اون بخوره. اون خنگ نیست، شما ساده. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کاسه زیر نیم کاسه است. من این شازده آقا غلامو خوب میشناسم. 5 تا شکم زاییدم، تو سومیش داشتم تا پای مردن میرفتم. اومد به من سر بزنه. نه. چی شد که سر این شیشم یه دفعه آبجیش براش عزیز شد؟ یه ککی به کلاش هست، تو صبر کن، من سر از کارش در میارم. فیروز بیا دیگه، صبح شد. چرا انقدر داد میزنی؟ چیه؟ بیا بریم دیگه. من امشب اینجا میمونم، شما برو. یعنی چی من میمونم؟ یعنی چی نداره؟ بعد یه عمر میخوایم پیش آبجیمون و بچه‌هاش بمونیم. بعد وقت میگی چرا به فکر فیروزه نیستی؟ ببینم مامان این ساعت شب تنها باید بره خونه؟ واسه چی تنها؟ پنجشوار گردن کلفتت چی کار است؟ صبح تا شب غریبه ها رو این ور اون ور میکنه، یه شب هم مادر زنشو برسونه. آقا کمال چکرت. بزن بده اون ور. برین اون ور ببینم. خانم فرش این وریه دیگه. بده پایین. چی بشه این وریه توی میگه بده پایین. چی کار داری میکنی تو؟ دارم خرابکاری جیگر مامانو میشورم با. ببند اون شیرو. یعنی چی؟ برو اون ور ببینم. میسته که نکن. فیروزه مگه این بچه غیر از شیر چیز دیگه هم میخوره؟ من چه خاکی تو سرم بکنم این چجوری پاکش کنم؟ چرا کلا منو گذاشتی سره؟ کجا با این عجله؟ نهار میموندی؟ برمیگردم فیروزه خانم چیه؟ فرشو خوش کرد، یه چیزایی هم گفت، یه بارم تو سر خودش زد، بعدم با عجله رفت بیرون. رفت؟ هرچی زیر سر همین فرش هستی که این راه بره به خاطرش ترش میکنه. کمال راه میفتی میری دنبالش یواشکی یا نفش، هر جا میری سرک میکشی، قشنگ سر از کارش در میاری، بعدم میای به من میگه جلو بچه هم حرف نمیزنی. یه سوال فنی داشتم. باشه میگم. اگه یه لکه روی فرش بیفته از قیمتش کم میشه؟ بستگی داره چه فرشی باشه. یه فرش تو مایه های همین فرشه اینجا. چه لکه ای؟ گلاب براتون کار خرابی. من نه بچه. خب حالا کاریه که شده دیگه، بچه هست دیگه. حالا باید چی کار کرد؟ یعنی باید چجوری پاکش کرد؟ آقا جان کار آسونی نیست، تخصصیه، باید بدینش به یک مرمتکار فرش. شما بزرگواری کنید، من راهنمایی بکنید، من خودم شخصا پاکش میکنم. پاش برو کتاب خونه. گفتی سواد داری دیگه، کتابشو بخون، اینقدر مزاحم من نشو. دست شما درد نکنه.
ببخشید نگفتید من چه کتابی رو بگیرم؟ کتاب هنر آشپزی و نگهداری فرش‌های آلوده. لطف کنید کتاب هنر آشپزی و نگهداری از فرش‌های آلوده. عرض کردم کتاب هنر آشپزی و نگهداری از فرش‌های آلوده لطفا. کر که نیستم، شنیدم. خب پس لطف کنید برید بیارید. برو آقا جون، برو با همقدر خودت شوخی کن. دست شما درد نکنه. واقعا از این کتابی که به معرفی کردید لذت بردم. فقط تنها چیزی که بود من نتونستم مشکل خودمو با این کتاب حل کنم. اگه کتاب دیگه تو ذهنتون دارید اونو بهم معرفی کنید، من مشکلمو باهاش حل بکنم. آره ببینید کتاب نگهداری از فرش‌های نفیس جلد سوم صفحه 223 اون مثلا صفحه نوشته که لکه‌های حاصل از ادرار و این همین چیزا دیگه. برو بعد وقت بچه و بزرگسال نداره به دلیل اختلاف اسید و اوره و آمونیاک. برو. لطف کنید کتاب نگهداری از فرش‌های نفیس جلد 3 صفحه 200 یه لحظه یه سوال داشتم. تو کار و زندگی نداری؟ چرا؟ تو خودت خواهر مادر محترم نداری؟ چرا؟ ولی خب یه سوال فنی هم داشتم. سوال یکی میشه، سوال دوتا میشه. من اینجا آبرو دارم. آقا چی میخوای از جون من؟ خیلی خوب قول میدم دیگه سوال آخرم باشه. ببینید اینجا ننوشته برای پاک کردن کارخرابی بچه از روی فرش از چه مواد و متریالی میشه استفاده کرد. نگاه کنید اینجا نوشته میشه پاک کرد. تو این سفر رو پاره کردی؟ من پاره نکردم که این خانم کتابخونه داره پاره کرد، بعدم به صورت امانت داد به من، گفتش کارتو که انجام دادی بردار بیا پسمون بده. ولی اصلا اون ول کن اون خانم رو، چیکار داری به اون؟ من فقط نمیدونم این موادی که اینجا نوشته برای پاک کردن کارخرابی بچه از روی فرش به درد زمینه لاکی میخوره یا به درد زمینه فیروزه‌ای با گلای صورتی هم میخوره. اینو بسیار خوب. شما اجازه بدید من الان میگم که دوستان بیان خدمتتون کاملا توضیح بدن. عزیزان حراست میگم خدمتتون، فقط باشین اینجا. زمینه فیروزه‌ای با گلای صورتی، باغ بهشته. چه وضعش خانم؟ من زن بچه دارم. فردا دادگاه و داستان‌کشی داریم. تو رو خدا یه خانم من خواهش عجب گرفتاری شدیم مثلا این راه رو اومدیم ما. اشلون بیا دایی. این اشلون که بزغاله؟ اشلونگه دیگه. گرد صابونه. دایی فرقی نمیکنه همونو بزن. تو چه ربطی داره میزنی؟ برید بیرون تو حیاط ببینم. یالا بودو ببینم. زود زود. چه خبر؟ خب چه این بدتر شد؟ قربون دستت بپر اون سشوارتو برد بیا. سشوارمون سوخت. گفتم چه خبر؟ خبر بدبختی، خبر خاک تو سری من. خاک تو سریه تو که خبر جدیدی نیست. میخوام ببینم من موزه فرش چه خبر.
موزه فرش؟ موزه فرش کجاست؟ دروغ میگه به خدا من خودم دیدم رفت موزه فرش اون ساختمون گنده سر فاطمه. بله آقا فیروز با همه بله با ما هم آره. ببینم اصلا ماجرا چیه تو انقدر دور و بر این فش جلز ولز میکنه عین نخود برشته بالا پایین میپری؟ تو که تا دیروز اصلا عین خیالت نبود ما میمردیمم، حالا محبتت قلمبه شده و اومد تو خونه من تکونم نمیخوری؟ قلمبه؟ خانم این یکی رو خیلی خوب اومدین. نه جون کمال، من گفتم ما که این فرش رو آوردیم چش رو این واسه جیگر، حالا کثیفش کرده اینجوری بده، به خاطر همینم رفتم موزه فرش که ببینم چجوری تمیزش کنیم. از اون نظر آخه چه برادر مهربونی دارم من. پس اصلا دیگه بی خیال فرش واسه چی اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ تو که این فرشو چش روشنی آوردی واسه جیگر، منم که واسه جهیزیه‌اش نمیخوام. ایشالا تا این تیکه ماه من بزرگ میشه ما 100 تا فرش از این بهتر خریدیم، از این به بعد میندازیمش زیر جیگر، اینم شکمش روون هر کاری دلش خواست رو این فرش میکنه، بقیه فرشام هم سالم میمونه دیگه، جیگر رو نمیبندم. خوبه؟ نه جون نه فیروزه، نه. ببین فیروز تا این بچگیت انقدر کتکت نزدم که زبونت یه وریت دهنت بیفته بیرون، عین بچه آدم خودت بگو چه کلکی تو کارته. شنیدی چی گفت؟ گفت زبون باز کن، زبون بسته. برم تو اصلا چه کاره ای؟ تو کار زندگی نداری رابطه من راه میافتی؟ برو مسافرت بکش. فیروز حرف بزن. تشریف میبریم؟ نه فقط احساس کنم یه مقدار تو اکسیژن کم بود، نفسم گرفت گفتم بیام بیرون یه مقدار هوا بخورم. آره خب هواخوری واسط خوبه، شاید باعث شون مغز پوکت یه نموره به کار بیفته. حرف دهنتو بفهم. حرف نزن. تو چی فکر کردی؟ تو فکر کردی من واسه چی 2 سال عمر و جوونی و زندگیمو تلف کردم تا بتونم جفت اون فرشو ببافم؟ واقع بهشتو میگم. خب معلومه واسه نمره دانشگاه دیگه. نمره دانشگاه نه، یه نمره ارزش 2 سال جون کندن رو نداره بچه. نه میخواستم مال من باشه، فقط مال خودم. 2 سال تموم پدر خودم رو در آوردم، هاپ تمام کارمندای موزه رو دزدیدم تا بتونم یه فرصت مناسب پیدا کنم جای 2 تا فرش رو با هم عوض کنم. همه چی داشت رله پیش میرفت که یهو سر کله آقای سرقمی پیدا شد و زد تو کاسه کوزمون. سرقمی چیه؟ دزد 100 تومانی. چجوری فرشو بردی؟ واقعا نمیدونم، اما میدونم که بهش گند زدی. من نه بچه آبجی بیروزه گند زد. حالا هر کی، الان مهم اینه که یه فرش 10 رقمی به اون عظمت و یه دزد 3 رقمی به گند کشیده. حالا اینم هیچی، بدبختی اینجاست که تو نمیدونی چجوری باید پاکش کنی. آره به جون عزیزت، یعنی اصلا دیگه دارم قاطی میکنم، یعنی هر کاری میکنم این لکه پاک بشه، پاک که نمیشه هیچی، هی داره پررنگ‌تر میشه. خب همینه، آخه کار تو نیست، اون کار منه. چی کارته؟ از بین بردن لکه رو میگم دیگه. ولی هوا برات نداره، شرط داره 50-50. چی؟ درد میگم پس شما هم این کاره یا؟ خیلی ببخشید آقا فیروز راجع به شما چیزی نگفته بودن. شما خانومه؟ بله ایشون خانم. من خالقی هستم، نازی خالقی. خالقی هستن نازی خانم. ماما بابا گفت واسه یه زنده چای بیاری. گمشو برو تو اتاق ببینم. زندایی کمالم عقلش پاره سنگ برمیداره والا. خودش آخه یادش رفته 2 سال تموندم بخونه ما این سگ لنگ واق کرد تا منو دادیم بهش. نه چک زدیم نه چون عروس خانم تشریف آوردن تو خونه. حالا تو چرا ترش کردی؟ دختره که به نظر من بد نمیاد. مامان جون دختری که پاشه با پای خودش بیاد تو خونه بزن لابد عیب و ایراد چیزی داره دیگه. اونم دخترای این دور زمونه. واه
از حالا خواهر بازی در نیاری یا بفرمایید. تو رو خدا ناقابله. ببخشید نازی خان، من بیادبی نکنم، میخواستم بپرسم شما دماغتون رو عمل کردین؟ بله، اصلا انحراف داشت، عمل کردم. مشکلی داره؟ وا اصلا معلوم نیست. بیا دیدی گفتم یه چیزش میشه، خودش داره میگه انحراف داشتم. خدا مرگم. بابی مامی قربونت بره، پاشو برو پیش داییت بشین. باش. جونم قند اصلا. بخور بخور. اون عزیزم اون بر. آخ. میگم سرکار خانم نازی خانم، شما این جیگر مامان رو دیدین؟ جیگر؟ اما دقت نکردین. تشریف بیارید یه لحظه. بیا دیگه. کجا؟ بیا. جونم خانم تو رو خدا بگید ماشاءالله. ماشاءالله. ای خدا ای خدا. کسه نگاه. کسه چیه خانم؟ جونم بچم زله ترک شد، منم شیرم خوش شد. این چه کاری کردی؟ چی شد؟ چرا قاطی کردی؟ خب بچه است دیگه، عقلش که نمیرسه. میراث فرهنگی رو انداختی زیر پای یه بچه که دم به ساعت خودش رو خراب میکنه. طلبکارم هستی؟ ببین چه بلایی رفته سر باغ بهشت من آورده. خب چه کم روش پیدا کرده؟ شما میگه چی کار کنیم؟ بچه شکم روش پیدا کرده. خواهر جون چی؟ 6 تا شکم زایده این زن هنوز نمیدونه فرش نازنین پتو نیست که اینجوری ملافش کنه. سوراخ کرد اون بدبخت مادر مرده رو. الان وقت این حرفا نیست. الان باید ببینیم چی کار بکنیم که درستش کنیم. میخوام هنرتو نشون بدی، ببینم خالی بستی یا نه واقعا این کاری. تا فردا صبح، فقط تا فردا صبح وقت داری فرش رو بیاری موزه تحویل بدی، وگرنه چنان هنر نمایی میکنم که تا آخر عمرت گوشه زندون بشینی حالشو ببری. خول شدی؟ جا زدی یا میخوای تناخوری کنی؟ ببین اگر تا همین الان پلیس خبر نکردم فقط به خاطر اینکه من معتقدم تو زندگی زناشویی اصل تفاهمه. زن و شوهر خودشون بعد مشکلاتشون رو حل کنن دیگه. بله؟ فردا صبح دم موزه منتظرتم. صبر میکنم تا بیای با فرش. بعد با هم میریم تو، فرش رو میذاریم سر جاش، قائله ختم و تمام. دیر نکن که قاطی میکنم ها. الانم میری داروخانه یه قرص میخری میدی اون خواهرزادت جلو شکم روششو بگیره. میترسم تا فردا صبح چیزی دیگه از اون فرش باغ بهشت من باقی نمونه. ببین چه بلایی سر ای نامرد، دیدی چه رو دستی به ما زد؟ برای چی فرش رو دزدی کردی؟ همه فرش سلاخ کرده شده این جیگر زلیخا. خب چی میدونم، گفتم لابد اینجوری مثلا سالم تر میمونه. فیروز بهت گفته باشم این فکر از سرت به در میکنی که بخوای این دختره رو بگیری یا شیرم رو بهت حلال نمیکنم ها. یعنی اینکه یه جوری ازت نمیگذرم من. حالا داداشی این
مثلا ما چقدر میتونیم روش حساب کنیم؟ بالاخره گرفتاریم. سهم ما چقدر از این فرشه؟ بله سهمتون سهم چیتون دکی هنوز چی نشده زدی زیرش؟ مگه قرار نبود یه دونه تاکسی صفر برای من بگیره؟ من که با این چیزا با این سنار سشه یا راضی نمیشم. این فرش مال مردمم نبوده که کسی چشش دنبالش باشه. این فرش مال جیگر مامانه. خیلی خوب، نمیخواد از حالا چرت که بندازید. برو بشین دعا کن با این متلکایی که به اون نازی خانم انداخته باشی کار دستمون نده. راست میگه ها. نکنه تو الان رفته باشه لومون داده باشه. غلط کرده دختر دماغ عمل کرده. تازه خودش که گفت قبلا انحراف داشته است. دایی دم در کارت دارن. دست درد نکنه. حیف اون همه زحمتی که من واسه تو کشتم. سرکار تو این بچه رو بی پدر بزرگ کردیم، اینجوری جواب زحمتای منو دادی الهی که بمیری که آبروی منو تو محل بردی. سرکار به جدت قسم ما این بچه ها رو با نون حلال بزرگ کردیم. ما اصلا روحمون هم خبر نداشت که این فرش دزدیه. اصلا نمیدونستم خدا ما تو این محل آبرو داره. چی داری میگی فیروزه؟ ای فرش دزدی کدومه؟ بیبار کنار بینم. بخش آقا این کی باشن؟ سروان جمالی، مأمور اداره قانونی. ببینم فیروزیزا تویی؟ نه دروغ بگه سرکار. خودشه. کسی از تو سوال پرسید فوری فوزوری بکنید دهن لق. سرکار ببخشید چرا همچی میکنید؟ چرا چی؟ آقا پسر. بله. فرش کجاست؟ کدوم آقا فرش همین تو اتاقه. فرش خودم میارم تقدیم برادران نیروی انتظامی میکنم. آقا به خدا ما مشغول و زمه ای مگه من این مرد میدونستیم این فرش دزدیه. بله ما از اول خبر نداشتیم. بله اومد با گردن کج بایزاد که من این فرش آوردم چش روشنی واسه بچه‌تون. آقا من خیلی سرم یکی دیگه هم زاییدم آخریشه. جیگر مامانو میگه. جمال آقا به خدا آخه با انقدر مردمون ساده ای هستیم انقدر زود گول میخوریم. گولشو خوردیم بکردیم با آبجیشو دوست داره نمیدونستیم بخواد این کار. الهی چه جیگر بزنی که با آبجی اینجوری کردی. خجالت بکش دزده. خاک به سرم خیلی صدا کردیم الان آبرومون میره. تو رو خدا تشریف بیاری تو. آخه ما خیلی مزین شدیم امروز شما آمدی. یه قندی چایی چیزی میل کن. خوش آمدی. میگم فیروزه خانم واقعا شانس آوردیم و رفتن خدا به خیر چه نه؟ نه مردم انقدر ترسو بعد میزدی تو دهنشون. کمال خیلی آدم فروشی. الهی بمیرم برای اون داداش مظلومم. الهی بمیرم. مگه من چشمم به اون فامیلای تو نیفته؟ میگن به زن جماعت نباید اطمینان کرد. ای تو اون روح پدرت نازی خانم. وایسا دیگه وایسا ببین تو محل زایه است. به جان خودم زایه است. آقا کنی دمت گرم آقایی میکنی جبران میکنم جان خود. دمت خیلی گوزی خیلی باز کن باز کن دست گلت درد نکنم. خدا حافظ. چی؟ کجا برش من؟ آقا خب تناقله رو شمردیم. 1 میلیارد درست بود. میدونی من دوست ندارم که مدیون کسی باشم. نگاهشون کن 2 تا آفتابه دزد ابله 2 تا بچه پررو. بلندشون بعد یه 4 کلام با هم صحبت کنیم. ببینید آقا من با یه دزد فرهنگ 3 رقمی هیچ حرفی ندارم. هر کاری داری همینجا. اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ چی؟ این خب درست. آه من سلام علیکم ببخشید. بله اگه بشه بریم یه جای خلوت. درست صحبت کن. نه منظورم اینه که بریم یه جایی دور از 4 تا چشم، دور از چشم عزیزان خسته نباشیده حراست، بتونیم یه 4 کلام حرف حساب بزنیم.
ببینم آقای شما مطمئنین چه کسی به حرف ما گوش نمیده؟ بله خیالتون راحت باشه، اونا اصلا کاری به ما ندارن، دارن فکر میکنم. سلام خانم، چی میل دارین؟ من خب چی داریم؟ اسپرسو داریم، کاپیچینو داریم، فرانسه داریم، تورت داریم، سانشان هم داریم. بله. خب من یک کپ میخوام. کپ وانیل لطفاً. چشم خانم. منم همون شانساین همیشگی. بسیار عالی. خیلی خب بله. بله داستان همین بود که گفتم، الانم فرش دست شهباله. آها. اون وقت توقع دارید که من همه این داستانا رو باور کنم. آره؟ خب بله باید باور کنید. ببینید آقای منی که میبینید اینجا نشستم، من خودم بچه همین. نگاه کنید من یک سری اصول برای خودم دارم به اسم صداقت. چه اینجا باشه، چه زیر یک سقف باشه و چه توی زندگی زناشویی باشه. الان دارن بلند فکر میکنن. ببینید آقای قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که شما فرش رو بیارید. من هیچی نگفتم، تو همین الانم واقعا من ملاحظه خواهر مادر ببخشید محترم شما رو کردم، اما خودت نخواستی. تا 2 ساعت دیگه اگر فرش رو آوردین اینجا که هیچی، اصلا قاعده ختم. ولی اگر نیاوردین من میدونم شما یه لحظه اجازه بدید سرکار خانم صداقت در کلیه امور. دیگه من به چه زبونی باید خدمتتون عارض بشم؟ بابا جان میگم فرش دست من نیست. 2 ساعت از همین الانم شروع شد. خب این ساعت منم آب رفته خرابه دیگه، شما خودت ساعت رو داشته باش. بابا من که نمیفهم تو چی میگی. کلام بیا ترجمه کن ببینم این چی میگه. میگه حیف این خانم محترم نیست که گیر 13 افتاده. سیب سرخ و دست چلاق. سیب سرخ و دست چلاق میگفت؟ بله. قابل شما نداره. یه سانشاین داشتید و یه کاپیچینو 3500 تومان. کی ولت کردن؟ چرا لال شدی؟ حرف بزن ببینم چی شده. اونا مأمور نبودن، دزدای بی پدر مادر. اما کمال گفت از آگاهی هم. اون مردی که اگه عقل داشت دختر تو رو نمیگیره. شما برو فیلمتو نگاه کن. اطاعت کلک زدن، میخواستن فرش صاحب شن. کمالم خام فرش 2 دستی تقدیمشون کرد. این مردی که بی پوته فقط بلده بچه پس بندازه. مگه این چه فرشه که واسش این بازی ها رو در میارن؟ باز زدی تو خاکی؟ چرا آدمی هرگز راه دور را برمیگزیند؟ راه نزدیک راه صداقت است، راه دور دروغ. کیه؟ ای دورو به پدرت. تو نمیخوای دست از سر کچل برداری نه؟ فرشو میخواستی که با نامردی گرفتش دیگه چی از جنو من میخوای؟ ولم کن، دیوونم کردی. این چیه؟ گفتم این چیه؟ اده ول کن بابا، احتام که فقط همین کارو بلدی. فرش دیگه. فرش دیگه؟ کوری؟ این چیه؟ این خب بیادبیه. بچه نوزاد چه توقعی داری؟ این فرش اینجوری بود؟ پس بالاخره زهر خودتو ریختی ها؟ من نه، بچه ریخته.
نکن نگیری. تو هنوز منو نشناختی. همینه این همینی که این دختری که از تاکسی پیاده شد. ساندویچ بده من برو دنبالش. ساندویچ بده من. نمیدم. ساندویچ رو گاز بده من بخورم. نمیدم. ببخشید آقای، اشتباه به عرض شما رسوندن. بنده هرگز حاضر نیستم با دزدای بی سر و پایی مثل شما همکاری کنم. تو غلط میکنی. چی میزنم تو دهنت که این چه طرز برخورد با یه خانم محترمه؟ تو را سننم. تو چه کرشی؟ من خب زنمه، یعنی قرار بشه. من اجازه نمیدم با زنم اینجوری حرف بزنی ها. عجب. پس ایشون همسر شما؟ بله، یعنی نه الان نه، وقتی قرار طی فردا پس فردا بشه. نه واردی که حالیش کنی من با کسی شوخی ندارم. باشه من آقای، من درستش میکنم. من اصلا کلا کارم تخصصم کار کردم با دزدای بی سر پای محترم و ایناست. فقط وسایل مهیا کنی. چشم. چیزه قلم حساب داری؟ دو مونه خودون هم؟ اون بده. با مزه بدتر شد. بلدی حالا کی گفتی؟ این خون پولم نکن دیگه اینقدر. کار سپردی دست کاردون. بشی ساکت باش ببین چی کار میکنم دیگه. ببین حالا بلش کن یه دقیقه. ببینم که فیروز تو واقعا جدی میخوای با من ازدواج کنی؟ یعنی رسما از من خواستگاری کردی؟ من باید فکر کنم. وقت گیره بردی. اینو درستش کن تا کار دست هیچ بهش نکن. کارتو بکن. بابا داریم درستش میکنیم دیگه آقای چیز. پودر بده. فیروز یه چیزی چه غذایی دوست داری برات بپزم ها؟ فعلا که یه آشی برام پختیه و جوانیم روش روغن وایستاده. تو که بلد نبودی چرا خالی بستی؟ میتونی درستش کنی یا نه؟ ای به تو اون روحت. من حالا چه خاکی تو سرم کنم؟ چیه؟ چی بود؟ چی شده؟ چه خبره؟ چی میخواستی بشه؟ شوهرم نیست. شوهرت کیه؟ خب معلومه دیگه شوهرم آقامون آقا فیروز، یعنی قرار بود توی 2-3 روز آینده بشن ولی فرش کو؟ فرش؟ آقا گور پدر فرش؟
چیزی که زیاده فرش، من شوهرم از تو میخوام. این دو چلمن کیان استخدام کردی گرفتن خوابیدن؟ آقا موبایل ما هم نیست. خب سر من الو چطوری گنده بک؟ تربیت داشته باش بیچور. تا حالا به یاد ندادن چطوری با یه بزرگتر حرف بزنی؟ کدوم گوری رفتی؟ هیچ اومدیم یه ذره بیرون هواخوری. از احوالات فرش نیز اگر جویا باشید الحمدلله خوبه. هر چه زودتر اون فرشو برگردون وگرنه هر چی دیدی از هیچ کاری نمیتونی بکنی. خب پینیا چرا؟ میتونم. اگه بازم میخوای همسر آینده‌تو ببینی مثل بچه آدم اون فرشو بردار برگردون. همسر آینده کدومه؟ مرد حساب من یه چیزی همینجوری گفتم. نه خدا وکیلی خودمونیم، خودت باشی یه همچین فرشیو با زنت عوض میکنی. میبینی؟ بشناس زن کی داری میشی. میگه با خوشش. بده من گوشی رو ببینم. الو فیروز، الو فیروز، خیلی پستی. چطور میتونی این خجالت نمیکشی؟ به تو هم میگن من همه حرفات دروغ بود. این بود اون همه وعده که به من میدادی. فیروز چطور تونستی با احساس یه دختر جوون مثل من بازی کنی؟ خیلی پستی فیروز، خیلی. رو ببینیم بابا این دیوونم همه چیشو به خودش میگیره. قطع شد. قطع کرد. نه آنتن رفت. نه اونو من میشناسم. اون قطع کرد. نه آنتن رفت. مثل اینکه سر عقل اومدی. به جون خودم یه ماه از سر دختر کم بشه عروس فردا بیا سر سفره عقل فرش تحویل بگید. باز چی موش و گربه بازی میخوای در بیاری؟ موش و گربه بازی چی؟ کلی مهمون دعوت کردیم آبرومون میره. حالا که وقت حرف خصوصی زدن نیستش که ما رسممون آقا عروس آمادایی ما قبل عقد و کلون با هم دیگه حرف میزنن. اینو درست میگه دیگه. از قبلی گفتن گربه رو کجا میکشن دم نه که حسه. خیلی بده بردار. خلکی تو کارت نباشه. فکر نکنی من اونقدر ابلهم که با پای خودم میام تو تله. بابا غلامت مهمون ماست. با غلامو میگم اگه دست از با خطا کنی
ببخشید عینک منو اگه ممکنه. عینکو ولش کن، مگه من نمیبینی؟ نه. کوری؟ آره. خب بس نمیخواد اصلا منو ببینی، فقط گوش بده ببین چی دارم بگم. خب حواستو جمع کن گیج بازی در نیاری. خب ببین فقط شما یه کاری میکنی، وقتی عاقد خود به عقد خون شما چی کار میکنی؟ فقط میگی نه. وقتی گفتی نه، ننه و فیروزه و کمال قاطی میکنن، دعوا میشه، ما از فرصت سوء استفاده میکنیم، فرشو برمیداریم در میریم. وای بابا شما دیگه کی هستی؟ نقشتون 20 خیلی. فقط من چرا باید بگم نه واقعا؟ من میخوام بگم بله. با اجازه بزرگترم شما باید بگید نه که به مثلا خانواده ما بر بخوره. نه دیگه ببینید آقا فیروز، من آدم این جنگولک بازی ها نیستم. تو زندگی هیچ چیزی مهمتر از صداقت و رو راستی نیست. بالاخره خانواده شما باید بدونن من خودم با رضایت کامل اومدم اینجا دیگه. بی معرفتیه دیگه. خب بریم دیگه، مهمونا حالا منتظرن. چادرم خیلی. کجا بریم؟ مگه شما اون فرشو نمیخوای؟ بابا من عاشق اون فرشم ولی الان ولی نداری دیگه. پس این حرفایی که بهتون میزنم خوب گوش کنید دیگه. همه رو به ما انجام بشه. شیر فهم شد. بله چشم هر چی شما بتره که چشم حسود و بخیل، ایشالله که خوشبخشن شوهر مرده و دو وقتم تو اتاق نباشه لطفا. دوختم زبون مادر زن، دوختم زبون خواهر زن، دوختم زبون تمام فامیلای زن و از دم. حاج آقا بفرمایید خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. از قدیم و ندیم گفتن آقا جون مرد بدون زن نمیتونه زندگی کنه. فرش کجاست؟ زنم بدون مرد. فرش هزار جور گرفتاری میاره دیگه. من خیلی هاشون نمیدونم چی به چیه، ولی میگن همین کمی که تنها آدم میشه فساد میاره. همین احتیاط مال همین حرفاست. واسه همین میگن هرمونک بله دیر میشه. حالا بریم سر اصل مطلب. سرکار خانوم نازی خالقی هستم. نازی خالقی. بارکلا دخترم. بله سرکار خانوم نازی خالقی، عرض کردم دوست داری زن این فیروز 13 ببخشید این آقا فیروز خودمون بشی؟ ببین مهریت هم همون تخت فرشی که کار سفره عقد انجام میده و سلام نامه تمام. حالا دیگه سر نخورون، خودت میدونی. زنش میشی؟ عروس رفته گل بچینه. داری واسه خودت حال میکنی ها؟ مزخرف نگو حواسم پرت میشه. آخه به تو هم میگم پدر. اصلا خبر داری اینجا نشستی داری صفا میکنی عروسی آقا پسرته؟ عروسی پسر من؟ بله آقا فیروز. کجا؟ معلومه خونه همشیره شون. حتی ما هم دعوت بودیم ولی پذیرایی از شما واجب تره. اینجا؟ ها؟ جوام بوده حالشه ببر. خانم محترم اگه گلاتو چیدی، عروس خانومو میگم، گلابت هم گرفتی، تکلیف ما رو بالا غیرتن روشن کن. ما 2 تا مجلس دیگه داریم، بعد به اونم برسیم، دیر میشه، صداشون در میاد. اگه واقعا ببین به دلت هست که زن این بابا بشی، از الان هم گفته باشم این بابا آدم همینه، هر چی همینه، حاضری زنش بشی یا نه؟ عروس خانم رفتن گلاب بیارن. ببین عروس خانم شب شد، کار زندگی داریم. اگه همه کاراتو کردی دیگه قرفر دیگه این نمونده، واسه بار آخر میخوام سوال کنم. بپرسم؟ جون نانت. صدات نیومد. بپرسم؟ بگو جون نانت بگو نه. حاضری؟ بله اجازه پدر مادر من بعداً میگیرم. بنوازید. چیچیونا با آبرو خانوادگی ما بازی میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ این خانم کی گفتن نه؟ گفتن بله از این بهتر. خواهش میکنم شما ماسمالی نکنین. بنده خودم اینجا وایساده بودم که گفتش نه من گفتم بله. گفتن بله ولی معلوم بود ته دلشون صاف نبود. مزخرف چرا میگی آقا؟ جناب عالی صافخرین؟ آقا من اصلا احساس میکنم هنوز با هم تفاهم نداریم. بله آقا اینا با هم تفاهم ندارن، زندگیشون نمیشه. خانم محترم شما هم دیگه دارین بهونه میگیرین ها؟ ای بابا سگ صاحبشو گم میکنه. سر صدا چرا رو انداختین؟ امضا باید کنید. تو منو دست انداختین؟ نه بابا با من بازی میکنی؟ وقتی جسد بابا جونت انداختم جلوت وقت مثل سگ پشیمون میشی. بعد نشون میدم.
تو میخوای عروسی پسر منو به هم بزنی؟ تا حالا کجا بودی؟ تماشا کن کجا بودم. تو اینجا چی کار میکنی؟ حالشو ببر. آقای ما رو میزنی؟ وقتی باش تو بینم نفاف چش! سرینا عروس گلم کو؟ فرش برد فرش. مگه دیگه به هم نرسیم خرمگس. دیلا بلش کن بزم چک فرش. یالا آخش ولی پیروز بعد یه مدت یه گردگیری حسابی کردیم و جیگرم حال اومد. بده بچه‌م. حالا خوشت اومد چجوری دمار از روزگارشون در بردم ها؟ نه باباش همش کتک خورد. ای جانم شاهکار کردم. آفرین. بالاخره کار خوبی کردیم. ترسوندی منو، قلبم وایساده. فرش کو؟ فرش خب تو موزه است دیگه، یعنی در واقع همون جایی که باید باشه. راستی مسئولین موزه خیلی از تو، یعنی در واقع اون انسان خیر گمنامی که فرش آورده به موزه تحویل داده، تقدیر و تشکر ویژه کردن. واقعا تو بدون که خودت بفهمی به فرهنگ و تاریخ این مملکت خدمت بزرگی کردی. من واقعا به تو افتخار میکنم از صمیم قلب. خب دیگه حالا بریم. کجا؟ خب معلومه دیگه کم کم بریم سر خونه زندگیمون دیگه، یعنی بریم آشیانه این همون بسازیم همه رو. بابا تو رسما مثل که یه تختت کمه. خونه زندگی چی؟ آشیونه؟ بابا ولم کن دیگه، دیوونم کردی. فیروز من زنتم، عرفاً و شرعاً زن تو هم. خودتو زدی به اون را یا اینکه بابا ما رو دیروز مثل که عاقد عقد کرد با هم دیگه، زن و شوهر مشترکیم دیگه. بله عاقد؟ یعقوب چلاق رو میگی؟ بابا اون مالخره، اون حرف زدن معمولیش هم بلد نیست، چه برسه عقد بخونه. نه اتفاقا خیلی هم به نظر من قشنگ خوند. ببین من این حرفا حالیم نیستا. از الان بگم بخوای اطوار بریزی جنگولک بازی در بیاری، مهریه‌مو میذارم اجرا، تعارفم ندارم. سه ساعت دیگه نگهبونا عوض میشن. اون وقت عملیات رعد و برق 2 رو شروع میکنیم. ساعتاتون هم تنظیم کنیم. خدا لعنتت کنه پسر.